سلام به رفقا، حالتون عالی ضبط بینت باشه. امروز اومدیم با آموزش دانلود GTA سن آندریاس برای موبایل. خب برای این کار شما وارد بر گوگل میشید، بعد این بالا سرچ میزنید 5 play. 5 play را که زدید اولین سایت را میزنید. خب بلاک. خب دوستان اینجا خیلی بازی هست که بازی مد نظر ما GTA سن آندریاس هست. نه فکر کنم این بازی مد نظر ما GTA سن آندریاس هست. وقتی که GTA سن آندریاس رو پیدا کردیم رو دانلود میکنیم. اگه نتونست پیدا کنید فقط اینجا بنویسید GTA سن آندریاس 5 play GTA سن آندریاس و بازی برای شما میاد که این 80% نظر عالی دادم بهش و خب منم تست کردم، واقعا بازی خوبیه و شما برید حتما نصب کنید. بعد از اینکه نصب کردید من ویدیوهای خیلی میزنم درباره این. خب فکر کنم 2 گیگی نباشه. آره 2 گیگ و 404 یا 440 میکست. خب بازی خوبیه، برید دانلودش کنید. این سایت قابل اعتماده و میتونید دانلود کنید و باهاش بازی کنید و مود هم هست. خب ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. یادتون رو زنگوله رو بزنید که هر وقت ویدیو اپلود کردیم باخبر بشید و برید ازش استفاده کنید. تا ویدیو بعدی که GTA سن آندریاس، خدایا رو یاور و نگهدارتون.